سلام به هم عزیزان دل، امید که خوب صحتمند باشید. صبح زیبای هم عزیزان دل و خیر. صبح است دیگه، نه از سر خیستیم چند دقیقه پیش دیگه. امروز بخیر باشه، سلام علیکی داشته باشه باز ادامه گپا. سلام و صبح زیبایتان بخیر وطندار عزیز. خدا کنه هر کجایی که هستین خوب باشین. دیگه مثل ما اگر یگان پاککاری ها یگان کارکا دارین خسته نباشین. اول هفته است، روز شنبه دیگه. این صبحکی دیگه همگی طرف کار برخ میگشت، اینای کونه آمده چند قبات آب مدنی میایه دیگه. امروز ما هم روزهای عادی بودیم در کارهای ما میرسیم دیگه. امروز چی داریم شستن؟ پخته زنی. نداف خواستیم پختا را بزنه دیگه، به خاطر از اینکه توشکای ما زیاد پخت شده بود. همیشه مادر جانم که جور بوده، مادر جانم میگرفته توشکا را امروی چوب میزد دیگه. امسال امی چند سال است وقتی که توشکا چی میشه، مادرم نداف میخواد که ندافم با بسیار مشکل پیدا کردیم. دو نداف پیدا کردیم، یک شمارش خاموش بود، نداف دومی را با بسیار مشکل پیدا کردیم دیگه. و مصروف کار خود است دیگه. هم قسم میریم طرف یاسر دیگه. فکر کنم خودم یک کسی که ندافی میکنه نخواسته که در این تصویر بیایه دیگه. فقط ما هم کارش به تصویر میکنه. اینی چوب ندافیستنه اما ماشینش هست که پخته را میزنه. باز اول پخته را امروز یک دونه چوب کلان که امیالم دال زدن بود پخته را خوب پاشان کرد. نه باز بعد از او در ماشین شاید بزنه. نه این پشتی است که به خاطر پشتی ماندیم. اینی هم پختای است که مانده که ندافی کنه. یاسر هم همینجا است. یاسر بالا میه یا ما پیش تو بیاییم؟ اینه پشتی گفته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وقتان بخیر وطندارای گرامی. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین و شب روزتان بخیر پیش شود. بخشی بیا اینجا بیش. نه خودم راحت هستم. نگاه تشکر میکنم از تک تک عزیزایی که ما را حمایت میکنن، لایک میکنن، کامنت میمونن و برنامه ما را همیشه میبینن. نگاه امروز یکی از دوستا را آوردیم و همین پختای خانه را باید ریش کنه که یعنی در زبان دیگه چی میگنش؟ ندافی یعنی بسیار ماشین جالب است دارنی؟ ماشین جالب است و یکی بسیار یک کار قدیمی است. یعنی سابقه دار است در فرهنگ افغانستان. یعنی همه تو چی میگن وطن با قدامت تاریخی و همینطور یک مسلک تاریخی سی. یک زیبایی خاص خدا داره که حالا خود چی میگن دنیا تغییر کرده که زیادتر میرن در بیرون در ماشین میکنن. ماشین میسوزونن. اما خوبی ندافی چی است که همین ماشینه کی ازی پخته را خراب نمیکنه، اما ماشین ها کس خراب میکنه دیگه. کارا فعلا به کجا رسیده؟ کارا برای فعلا نو پختایی که در توشک چی میگن سخت شده بود، اونا را امروز چوب ریش کرده که دیگه آماده همون ماشینه که ندافی شوه و کار ندافی را بخیر شروع کنه. کارش هم مشکل است نه؟ نظر وزی که اول امروز چوب بزن بعدش از امروز ماشین کار کنه دیگه. خب کار فرق میکنه دیگه. چی میگن امی که مسلکی داشته باشی که رزق روزی حلال به دست بیاری و هم در شرایطی که شرایط ناگوار باشه و کار کم باشه و تو بخوایی که فامیل تا خانواده تا اولاد تا با رزق روزی حلال سیر بسازی، این کلان نعمت است و کلان عبادت است دیگه. کارهای ما کم کم پیش میره و شما بیننده برنامه باشین که ما چی کارا میکنیم.
سلام دوستان عزیز، صبحتان بخیر. امید است که خوب و صحتمند باشین. مثل ما و یمی رقمی کارکا داشته باشین بخیر. امروز دیگه نداف طلب کردیم بخیر که یک ندافی کنه. توشکایم خراب شده بود بسته. دیگه از وقت که ذره دردمند شدیم خودم زده نمیتونم. بخیر امروز نداف آمده که توشکا را کلگیشه بزنه. دیگه اینم تو کارکا هست دیگه یک ذره. دیگه همگی مصروف کار خود مانده. سلام دوستای عزیز، امید که جور سرمند باشین. شب روزتون بخیر. دوستان ما قسمی که مادرم گفت قبلا مادرم میزد همراه چوب دیگه چون زیاد دردمند شده و نمیتونه که مثل سابقی کار کنه دیگه ندافی یک حرفه است که با بسیار ابزار معمولی پیش میبره این کاره ایش خیره ایش باشه دیگیشه میگیره. لالا خسته نباشین. سلام وطندار عزیز، دیگه خدا کنه که خوب باشین. همه جانم بخیر. کارکای شروع شده دیگه. همینجا پخته تکانی و پاکاری و صفاکاری این چیزا داره دیگه. بخیر آستا باش که دیگه چی کارکا؟ بخیر دیگه. همه جانم کارکار شروع کرده که بخیر که چی پلان داره دیگه. کدام پلان داره حتما. همراه مامان جان همکاری میکنه این دیگه کم از خیرات اون سر از دیگهش بکنم کم تفته و بزنه که خیلی بیشه دیگه توشک بیار اینجا. سمیر جان تو پشتی ها رانم تو کلک سر سر و سبان. بله؟ پختام نام داره نی؟ پخته این پختی کیسته؟ پخته مزاری بچه بازم مشهور شما فکر کنم پخته مزاری است. نه پخته المندیام است. پخته المندیام خوبش است. پخته مزاریام خوبش است. دیگه از ما بخیر و سال دیگه توشک نداشتیم. امی یک هفته کم مزاری جور کردیم. دیگه باز از خانه شتنی کس پختایش کونه است دیگه. پختای نو نیست. کور درو ندافی میکنه دیگه. اگه کار نو است یا بخیر زود هم خلاص هم بشه یا قدر کار نداره دیگه. هرچی کس او پختا زیاف وقت گیر است که چی کونه است. یک ذره زیاف دمی 2 سال که مریض بودم تکاندام نتانستم نشد دیگه. اگه نه هر سال خودم در 1 سال 2 دفعه 3 دفعه پختای توشکای من میزدم خوب بود. توشکا می کوچک نمیشد دیگه. نال یک ذره دردمند میگم خدا کوری کار بتا موی وری درد نتا جان جوری پاچایی است. خداوند حال اسلام کلگی را شفای بخیر بتا خصوصا خودم دیگه. از بازم دمی روز شما شکر میکشیم دیگه. حال شکر از وقت که خوبتر هستیم یک ذره دیگه. سر جان خیر ببینه کردم کمک میشن. خدا جان جور بده. نورالله جان خدا صاحبم رو روزی کنه بخیر. ویزیش برای کارکایش بخیر خلاص شد که بخیر خانه و جای خود بره. یا هم خاک شام کرد مادر زامت هم تو کار میکنه. دیگه شب پوشه خلاص کن گیره بده دیگه. سر جان تو مصروف کشیدن پوش هستی هست که چاو خلاص خیر ببینی. شایستان قیچی را بردی؟ قیچی را بردم وقتا که یکم مشکل بیتار شده که نینی خوب است. پوشای دیگه زنجیرک داره بازی زیر پوشایش دیگه دخته شده نی؟ زیر پوشی ها دیگه زیر پوشی ها و همی سر پوشی باید گفتشم شوانی؟ یا کلگی شوشته شد بخیر خشک شد هفته و زده شد تا ندافی میشه یا زود خشک میشه. گرمی است دیگه زود خشک میشه بخیر. نیش پشم شیشه است گیرت نکشیم. نه خیره بکشش. خوبه خاکای پختام کم میشه یک ذره. هفته هم میخورن خوب صحیح. نادافی هم حوصله و انرژی میخوایم. بیزام دیگه هم تو زدم میره. بچه اگر چی نامش ماشینه اما بازم خیلی نه بچه ماشین دیگه است. ماشین کس این نداف
ماشین که است پخته را می سوزانه، خصوصا پخته خوبش که باشه. ماشین دیگه در بین 1 ساعت من میگم هر چقدر توشک باشه زده میشه. نداف که است وقت گیر است که دست است. نداف بسیار زحمت کار داره باز. در ماشین میبری. ماشین گفتم در بین 1 ساعت هر چقدر توشک باشه برات میزنه. من تا پخته را خراب میکنه، میسوزانه، پخته را میسوزانه. دیگه من خیلی مزید روز از سال نو که من این پخته را میزدم، امروز میزنم صدا ندافید نیافتم. آخر امروز امشب یاسر جان از یک دوستمان شمارهش گرفت، زنگ زد برای صبحکی آمد دیگه خیر ببینه دیگه. نال خوب شد، کارای ما میگذره آسان میشه بخیر، زودتان پیش هم میره بخیر. خدا میره بانه جان جور باشه، میشه کار بخیر آستا. چیه؟ گرفته آی خانه ما پختای نو کس 6 تایش پخته مزاری است، یکشان پشم شیشه است. اون سان پشم شیشه است. انال بازو که خوب پخته و بخوره او هم زود کد چوب میشه. ماشین چی نه در نداف پیچ میخوره دم چیش تارش. هم در دست هم در چوب خوب است بازو. و هفته و که بخوره باز زود تاو میکنه خدا. مجان بخیر دیگه. یک کم کم کارا پیش میره. بخیر انشالله بخیر پیش بره بچه‌م بخیر. خدا مهربانه. آفرین. ماشتو گرفته. هوا میگذره سرد شده نشده امی بارانک که 4 روز پیش شد امی بسیار هوا را سرد کرده. حالا شبکی گرمی نمیشه و قدر اگر نیم شب تا 12 بجه شب برق هم نبود، هوا خوب بود، معتدل بود. کمپل کار میشه صبحکی بیخی هوای زرده سرد شده. هوا معتدل بود. صبحکی هوای زره سردتر است دیگه. خب باش خیلی ما کمک کنم ماما جان. اینی تو بگید ما کش میکنه بچه. اون تو چی رو بگی؟ تو تشه بگی گرنگ نکن. و بیزم چی میشه بچه؟ یا پس طول میشه باز پس در توشکا مونده میشه. این خیر ببینین بچه خلاص کردین بخیر. نداف هم میبری؟ نه نمیبری؟ نداف ما نه از چهره محضور است. خواه پخته را گرفتی؟ شرعی داره. پخته را گرفتی؟ پخته را گرفتی. خواه نگه کارا پیش میره بخیر است میشه انشالله. نه اصلا انگورم پخته شده نه؟ انگورا پخته شده اما این چون چایلش مناسب نیست خدا خراب کرده دیگه. انشالله اگر به سال زنده بودیم و قسمت بود بخیر یک چایله خوب بلند زده شد. هیتی چا بازو دمک دراست کو حالی اما جان میره که بشینیم که دمک دراشه دیگه باز این بخیر که چایله بلند زده شد، هم انگورش خوب پخته میشه هم خوب کلان می باشه. این انگور حسینی است، همز دانه دار است نه؟ این دانه دار باید خوب کلان شود. باید حسینی خوش داری یا ما اول انگور چوچک است. چی میگن؟ کشمیشی. او را که شیرین شود ترشش نه. نه بچه ما تو شد که امسال اول سال او نداشتیم. اون سعی نخورد یکی چایله از این خرد استک. یکی خرد است یکی پخش است. این باید هر چقدر بلند باشه خوبتر باشه. او نمیخورم از خاطر امسال خود مانده زیاد. امسال نه مزه گلاس نه مزه انگور است نه مزه انجیر است، مزه زردالو هم نبود. یک بادام شکر خوب است امسال. بادام خوب بود. از اصلات ما بادام شکر خوب است. دیگه اصلات ما خدا را شکر دوام شکر. شکر میکشیم. نه انشالله همه چیز جور میشه با وقت انشالله. دیگه زردالو خب زیاف کرده باشه یک 40 دانه 50 دانه زیاف نکرده بودم سال. زردالو ها؟ اورم خدا بچه کاکازی دادم روز مرده کاکازی است. دیگه خدا بخش فوت. دوستا زنده باشه دیگه روز فتیاگیری و جنازه یک چند تا یک نوش جان کردم دیگه. سکه می نگفتم یک کار چیسته؟ مثلا
کار دشوار است. بسیار سخت است بچه خیلی. میتونی پلوش تصویر گرفته از اونجا. سلام دوستان، تک تک خوبان، امیدوار هستم هر کجایی که هستین خوب صحتمند و سر حال باشین و در کانون گرم خانواده‌تان به سر ببرین و به مثل ما اوری هم قسم در کاروبارتان مصروف باشین. بخیر همه یه دوشک ها خلاص شد دیگه. فقط هم پشتی ها من که پشم شیشه است دیگه. سلام ده. خوب از سایه هم شد این هوا بذاره؟ گفتم هوا خوب از سایه شد. دیگه دیگر شد دیگه؟ نه صبح بودین دیگر شد. شسته دیگه نصدف امره؟ یک کم بده. خودت صدف بکنی نمزور بسته ای طرف بده. باز پشم شیشه خوبیش دم عزیز که همی هفته و که بخورن کرده دست خوب تیت میشه. یکی چی باشن هر قدر که مثلا کم است در ابتدا، اما زمانی که پرپرش بسازی با زیاد میشه. اگر نی پشتی چی جور شده. چی مدت شد نزدیم دیگه پختاره؟ 2 سال شد که این پختاره من نزدم. 2 سال هر وقت کمرای دست میشد زدم. غیر 1 سال اول که نداف گرفتیم نی دیگه بیخی کرده دست بودی. از وقتی که من دردمند شدم دیگه بیچاره دیگه هیچ زده نشد هیچ. ماندم تو دیگه 1 سال نو است. تو میگم امروز ندافم میگی طلب میکنیم، امروز ندافم، امروز تصادفی وقت بود کوچه میگشتن صدا میکردن نداف. حال نال اید در کوچه نمیگشتن به خاطر که زیادتر در ماشین شاید ببرن نه به همون نداف هم قدر حال کم شده. همین کسی که شمارش داره باز بر زنگ میزنه باز میاین در خانه میاین کار خودانم پیش میبرن. خوب است هم شماره است اگر نی میششتی که نداف بیایی. وقت تو نبود نه؟ وقت زیاد بود صدا میکردن در کوچه میگشتن صدا میکردن. زیادتر ولی همین چیزا کم شده نی؟ مثلا دایره فروش میامد در چی؟ پشتای کوچه فکر میکردی کدام عروسی است آمده. کاش که بودیم بودیم سبابیم بازی تو عرگک داشتی؟ سر چوبی تو میکرد. آره عرگک های خورد داشت بازم رای عره میکرد خیلی خوبم تو سمسایی پخته را پاشان میکرد. خب بازی نه لیو پش میشه نبود پخته لیو پش میشه نبود پخته بود. وقت بود در نمی زنا کلگیش همی چی میگرفتن اینمی کس کداره تختگه که میمون سراره تو چوب قوده میکرد بازی رقمی میزد کسش که چوب میزد مقصد کار خودن اجرا میکردن دیگه. باز در ماشین زود اینا رو میسوزانه. مسئولم گفتم که ماشین پختر از زود میسوزانه. اگه پش میشه باشه خیلی مادر دیگه. نه پش میشه رو نمیکنه. نه پش میشه رو در ماشین نمیکنه. مثلا تو کای کتان باشه در ماشین خوب تیت میشه میزنن مردم. خاک قالین باشه خوبش میزنن دیگه. چیز نخیر خوب صحیح چی میکنه برد باد میکنه. باز دو چیزا خوب است. کار میگیره نه مادر؟ دو چیزا خوب است در ماشین پخته منتها در پخته نو کار میسوزانه خراب میشه بسته. خاک چیزا هم میکشن. تمام شد نه؟ صدف چی رو بده؟ یا پیش مادرم است؟ پیش خود خیلی میشه بغلکش بنده شده.
چقدر بود چقدر زیاد شد؟ قیور درزو بگیریم چقدرش مونده؟ همه بین قیادش کسا کستک دیدا پخته میتکنه خانه را پاکاری میکنه از ما خو پخته تکانده نشد دیگه پاکاری های ما خلاص شد مگه منال بخیر پخته تکانی خدا حال شروع کردیم پاکاری ها را باز زمستان آمدگی گرفتی گرفتاری حال پاکاری حاله مایی را هر وقت از او بگیری تازه است خدا یک جان جوری رو بیاره کار خو میشه بیزا تمام شد چی؟ نه اول چقدر کم بود زیاد شد متری میندازی یا متری بانی صدف رو پیش بید کن باز شد یا باز شد آنها پشتی خوب بلنده دیگه باز تا که پس بشینه خب پشم شیشه کسی قدر نمیشینه من این پشم شیشه ازیش خوشم میاد که هر چقدر سرش چی کنی صحیح نمیشینه داستانی زود نمیشینه وقتای دیگه میشینه زود کلم میشینه خوب از بالشتای مثلا از خو نیست از خو موجود است میگه نه دیگه باز یک دو هفته بودی آدم خو نمیرفت تا که پس دیگه یاز میمان پایین میشه از خوتون خوب ایزم جداست چی گفت شد؟ چیه گفت؟ قواسک موترهای پلیس نه؟ اون اینجا بیم خودم میگیرم خب باول اینو شو و بعدش بسپالش کاش کپال که گت نخوره سرو تو ببید بودی فقط گلشتا مونده و درش تمام شد برام کم مونده امروز باید پشتی گلشتا رو خلاص کنیم بخیر خلاص میشه نفرسی هرچی که کارکای تانه بخیر زود کنین پشت صحنه هم داریم زحمت میکشه تانه است کارکا بخیر خلاص شده زودتر بهتر نه حالا امو چی نمانده نه مادر؟ گفتم سابقا خودترک که بودیم خودت که پخته میسیدیم باز ما یاسر برخود قیگکی میگرفتیم خوش بودیم که برو ما پخته تکانی کردیم یا هم برنج ها سابقا زیادی تر سیایی داشته ولی برو پیش مادر ولی حالا دیگه برنج در ظرف همون نیم ساعت هم در بر نمیگیره وقت پاک میشه برنج های حالا پاک است که چطلی داره سابقا بود که سیاه بود یک روز مختص نزی بود که باید مثلا نزدیکانه میامد نه که امروز روز برنجی نیست اموال همون تو راحت خریداری میکنی میبری یا همون خود همونا خریداری میکنه میاد بچیندن نیست برو شکر گمش که اگر نه یک روز دیگه خانه کی میرفتید؟ چخاطر؟ به خاطر برنچیندن این محفل عرسی هم که بود نامو قومی نزدیکانه تان می آمد جمع می شدن برنچینی می کردن من خاله اینا همش جمع می شد دیگه حالا فکر که تو برنج چکل باشه تنها کسی خانیس محفل شده هم خودش بچینه باز مثلا خاله و ماما می آیه 100%. نه خب باز ناله کسایی که کاکا همه داشته باشه باز از اون محفل خوشی باشه یا دیپی باشه همون نزدیکانیت میایه مقصد که هر کار که باشه مثلا ظرف کرایی رو میارن میشورن صاف میکنن پس صافی میکنن میمونن برام به حساب شوخینه خانگی اگه باشه
چیزش مکمل در خانه باشه نه؟ سابق عروسی هم در خانه بودال دیگه. هتل از سالن است زیادتر راحت شده مردم. باز صمیمیت و منزش در خانه خود عروسی نه؟ یا از لحاظ شوخینه و یگان مراسم دیگه میگم. خب خیر باش بس یگان محفل در خانه چیش تدارکاتش میبینیم برایتان که خوش باشی تو خاطر خوشی تو. باز مخلط هتل هم بگیریم. بیخی دیگه دل جمع هتل هم از خانه هم است که تنها خانه نمیشه، یک شب باید در خانه باشه، یک شب دیگه هم در هتل. چی کنی؟ یک شب میگه در مسجد هم میگیری؟ نه دیگه استغفرالله. در مسجد نه دیگه من دلم نمیقدر خوش میشه. فکر کسل که یک شب در خانه بگیرین، یک شب در هتل دیگه خساییست بس است. خدا کوچه خو همه شب در هتل میای دیگه در کوچه محفل تو میگیری؟ شب حنا که باشه باز اون در کوچه میبره یک بار. در کوچه ببری؟ این نظر به چیزایی گفتم که اگر خانه عروس مثلا باشه باز در کوچه میرن خصوصا اگه نزدیک باشه خوبش مزه میتن. بازال زیادتر در هتل میگیرم شب خینه رام دیگه. اما عروسی بچه مامای میاد دست نه خانه عروس نزدیک بود باز تو خوب مزه داد. کلاگی ما دیگرها در موتر باز ما دخترها پیاده رفتیم. باز سگم پیش کده بود یکی عروسی نورالله. عروسی لالا نورالله همه قسم بود. عروسی اما خانه عروس نزدیک بود باز کلاگی ما رفتیم دیگه زیاد مزه داد. خینه کردن که رفتین؟ یک بار خینه کردن یک بار شال انداختن. چی بودی آمد؟ وقت شاید خوب مزه میتده در سرک. دیگه عوام همه تو خوبش. یکی از پیش خانه دولسرنه بود تا خانه عروس. کسایی که خو رفته بودن و کلگشان پس از کلکینا سیر میکرد که چقدر چیست اینجا محفل است. این داماد دیگه خب خیر منتظر باش. نه دیگه منتظر هستم. خب یه چیزی که خیر باشه خدا میربانه. کلگیش مزه میته در هتلش هم مزه میته در خانهش هم مزه میته. خدا خیر پیش کنه. خدا خوشی‌ها را بیاره سر حال اسلام سر کل مسلمانا. خصوصا بخیر سر خود ما بخیر بیاره خوشی‌ها را. که پشت بخیر خوشی شو بخیر سر کلگی. ببرش سیری ما برو هم کالای ما جور کردیم هم وار از پیش خیاط بیارم خیلی عروسی است کیسی حالا پشت میته دیگه خواه حالا پشت دیگه من خدا حالا پشت نتی دیگه زود بس آمدم امشب عروسی است دیره باز کچور و میده فزاده شد یا دیدی فرانه بهاره امشب عروسی مقصد تنها بهار میره عروسی قربان دوستایی که وقت نشه اون ما که میگه خداحافظی قربان دوستایی که ما را تا همراه بودن برنده را امید تا برنامه را تا آخر بیننده باشین. منتظر کامنت های زیبایتان هستیم. دیگه برنامه ما با پایان رسید. تا برنامه بعد الله یار نگهدارتان. خداحافظ.